سنی بلاغت در شریعت مثلا زنهای پیشتر در 8-9 سالگی بلاغت میرسیدن. یعنی الان مثلا بعضی کشورها سنی 18 سالگی بلاغت قرار داده باشد، ببینید در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 8-9 بود، چون که عمرو بن العاص هم 11 ساله بود، بچهش 1 ساله بود. و امام شافعی گفتن که از همه جوانترین مادر کلانی که دیدم یک گویم دختری 19 ساله بود. یعنی 19 ساله زن دیدم مادر کلان بود الکه، یعنی که هم دختر داشت و هم نبیره داشت. در سن 19 سالگی مادر کلان شده است. برای چی؟ برای این به یگان سن و سالی معین مانده نمیشد. این از این زمانه به آن زمانه، از این مردم به آن مردم فرق میکند. حتی مثلا در یک کشور زندگی میکنید، یک دختر در سنی مثلا 12 سالگیش به بلاغت رسیده، یکتاش در 15 سالگی، هر دوش در یک صنف میخواند. 3 سال فرق کرده. یعنی عادتی دخترها که عادتی ماهانه دیدند، این علامتی بلوغی آنها هست. پسرها وقتی که از آنها نطفه جاری شد یا در زیر بغلشان موی برآمد یا ریش برآمد یا موی لب برآمد، این علامتی بلوغ هست، یعنی بلاغت. یعنی این بعضی مذهب‌ها مثل مذهب حنبلی 15 ساله میگد، لیکن این به این تغییر نمیگیرد. برای آنکه گاه انسان در 14 سالگی یا که در 13 سالگی به بلاغت رسد. پیامبر صلی الله علیه و وقتی که بنی جنگ بنی قریظه شد، گفتن که یهودا رو، قبیله یهودا رو پرو گرفتن، کدام آدمی که بلاغت رسیده بود کشته میشد، برای اینکه اون خیانت کردن. حکم خیانت قتل است. اونا خیانت کردن، هر کسی که به بلاغت رسیده بود کشته میشد. یک یهودی بچه بعد مسلمان شده که بود در آینده میگفت که فکنت ممن لا ینبت، من از جمله کسانی بودم که حالا در زیر بغلم یا در زیر عورتش موی نسبزیده بود، یعنی با همون مو جدا میکردن بلاغت رسیدگی و نرسیدگی را. کسی که موش برآمده است، موی های جای مخصوص، بلاغت رسیده است. اینم یک نوعی علامتی بلوغ. الله تعالی اعلم.